بسم الله الرحمن الرحیم است کلیدی در گنج حکیم. دوستان عزیز، تربیت نفس و به دست آوردن ثواب از والاترین هدفهای شخص مسلمان است. خداوند برای تربیت بندگان عبادتهای گوناگون را در موسمها و روزها و وقتهای مخصوص مقرر نموده است. اینک موسم کسب ثواب، فرصت به دست آوردن خوشنودی خداوند فرا رسیده است. خداوند ما را به روزه‌داری ماه رمضان دستور داده است و برای روزه‌داران ثواب به حساب وعده کرده است. ثمره روزه حاصل گشتن اخلاق نیک و تقوا است و البته این ثمره ها با روزه راستین و حقیقی حاصل می گردد. پس روزه حقیقی چگونه است؟ روزه حقیقی آن است که همه شرط ها و آداب و احکام روزه‌داری به جا آورده شود و بنده بر نفس خویش خالی باید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این باره گفتند: هر کی در رمضان دروغگویی و از روی دروغ کار کردن را ترک نکند، پس خداوند به نخوردن و نآشامیدن او نیازی ندارد. روایت امام بخاری. آره، با خودداری از خوردن و نوشیدن و از همخوابگی با همسر از صبح تا شام روزه حاصل می گردد، ولی روزه راستین طوری که امام غزالی گفتند با خودداری کردن از همه عملهای ناروا به جا می آید. بنابراین دوستان عزیز، روزه حقیقی با اجرای یک چند عملها حاصل می گردد. بیایید از آنها آگاه شده در روزه‌داری خود با آنها عمل کنیم. یکم، حفظ چشم از نگاه ناروا و از هر نگاهی که انسان را از خداوند غافل می سازد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند: نگاه حرام تیر از تیرهای شیطان است. هر که آن را از ترس خداوند ترک کند، خداوند به او ایمان حلاوت بخش عطا می نماید. روایت امام حاکم. دوم، حفظ زبان از دروغگویی، غیبت، خبرکشی و دشنام و بیهودگویی و مشغول ساختن آن به ذکر خدا و تلاوت قرآن. این روزه زبان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: روزه به مانند سپر است. بنابراین اگر کسی از شما روزه بگیرد، پس از کارهای فاسقانه و دشنام دادن پرهیز کند و به جهالت راه ندهد، اگر کسی با او ستیزه نماید یا او را دشنام کند، چنین بگوید: من روزه‌دار هستم، من روزه‌دار هستم. سیوم، حفظ گوش از شنیدن سخنهای فحش و حرام و غیبت و دروغ، زیرا گوش دادن به غیبت و سخنان فحش حرام است. چهارم، نگاهداری تمام اعضای بدن از گناه. روزه راستین با خودداری اعضا از کارهای ناروا حاصل می گردد. اگر انسان از صبح تا شام از خوردن طعام حلال پرهیز کند ولی مرتکب کار گناه شود یا با طعام حرام افطار کند، روزه او چی معنایی دارد؟ حبیب خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث فرموده اند: چی بسا روزه دارانی هستند که از روزه جز گرسنگی و تشنگی چیزی بهره نمی برند. روایت نسائی و ابن ماجه. آره، چون این شخص کسی است که روزه گرفته با لقمه حرام افطار می کند، یا کسی است که روزه گرفته است ولی با دروغ و غیبت مردم مشغول گشته، اعضای خود را از عملهای حرام نگاه نمی دارد. چون این شخص مانند کسی است که خانه را ساخته شهری را ویران می سازد. این چنین وظیفه روزه به تنظیم درآوردن خوردن حلال است و حرام کرده های خداوند مثل زهر هستند. از این خاطر پرهیز کردن از حلال ها ولی در عین زمان اجرا کردن حرام برخلاف مقصد روزه است. از حضرت علی رضی الله عنه روایت شده است که میگویند: روزه‌داری تنها نخوردن و نآشامیدن نیست، بلکه روزه ترک هر عملی که نزد خداوند ناپسند است. خلاصه دوستان عزیز، با اخلاص، با شوق و رغبت، اراده قوی و محبت خداوند روزه بگیریم تا ثواب زیاد کسب کرده حلاوت روزه را احساس نماییم. خداوندا، با ما روزه راستین را نصیب گردان.